از بررسی 10 ویژگی و قابلیت منحصر به فرد ChatGPT 5 و تغییراتش نسبت به مدل‌های قبلی هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی و ساخت بازی و اپلیکیشن با هوش مصنوعی ChatGPT 5 و برگزاری ساخت یک بازی و اپلیکیشن بین هوش مصنوعی های ChatGPT، جمینی، گروک و دیپسیک در این ویدیو میبینید. به نام خدا دوستان سلام. تو این ویدیو به قابلیت ها و تفاوت های اصلی ChatGPT 5 نسبت به مدل ها و ورژن های قبلی میپردازیم. 10 تا تفاوت اصلی ChatGPT 5 و ارتقایی که نسبت به قبلی ها پیدا کرده اینجا بازگو میکنیم و با هم بررسی میکنیم و در انتها با توجه به اینکه ChatGPT 5 ویژگی منحصر به فردی برای تولید بازی و اپلیکیشن موبایل داره، پرامپت میدیم برای اینکه بازی بسازه و این پرامپت رو به هوش مصنوعی دیگه مثل جمینی، دیپسیک و گروک میدیم و قابلیت‌های منحصر به فرد ChatGPT 5 رو بررسی میکنیم. با توجه به اینکه روز ارائه هوش مصنوعی ChatGPT 5 سم آلتمن و تیمش گفتن بسیار این هوش مصنوعی باهوش هست. At any previous time in history. You get access to an entire team of PhD-level experts in your... این ویدیو ارائه سم آلتمن و تیمش هست که هنگام رونمایی از ChatGPT 5 ارائه دادن، از بنچمارک های مختلف، از قابلیت های مختلفش صحبت کردن، تفاوت های اصلی که نسبت به ورژن های قبلی داره صحبت کردن که ما همه اینها رو تو این ویدیو بررسی میکنیم. هنگام ارائه بررسی که انجام شد گفتن که بسیار باهوش هست و در همه رشته ها در سطح دکترا پاسخ میده. ببینید وقتی که یک ماه پیش ایلان ماسک هم از گروک 4 رونمایی میکرد، تمام این صحبت ها انجام شد. یعنی صحبت شد که در بنچمارک های اون 4 تا بنچمارکی که مدل های هوش مصنوعی مختلف رو با هم بررسی میکنن، توی این 4 تا بنچمارک بسیار خوب عمل کرده، در همه سطوح در سطح دکترا پاسخ میده. توی این ارائه هم سم آلتمن گفت که ما تقریبا 32 ماه پیش از ChatGPT کلا رونمایی کردیم. ChatGPT 3 مثل وقتی سوال ازش می‌پرسیدی یک دانش آموز دبیرستانی بود، بعد ChatGPT 4 یک دانشجو، یعنی ChatGPT به دانشگاه رفت و سطح تعلیمات و آموزش‌های ChatGPT 4 رو گفت در سطح دانشجو هست و ChatGPT 5 رو گفت که در سطح دکترا هست تو هر زمینه. یعنی قابلیت، سرعت و دقتش و تخصصش در سطح دکترا هست تو هر زمینه و رشته. که میگم این صحبت ها رو ایلان ماسک هم وقتی میخواست گروک 4 رو رونمایی کنه اون هم بررسی کرد. ما و توی بنچمارک های مختلفی تیمش این هوش مصنوعی رو بررسی کردن، قابلیت های ویژش رو گفتن که چیا هست. 10 تا ویژگی و تفاوتی که نسبت به قبلیا داره اینجا من لیست کردم که به شما عزیزان میگم. حتی توی زمان ارائه کاربری رو آوردن که گفتن که از این هوش مصنوعی به عنوان همدرد کمک میگرفته، به عنوان پارتنر کمک میگرفته و پاسخهایی که از این هوش مصنوعی گرفته رو بررسی کردن. پس مجددا خلاصه میکنم 10 تا قابلیت و ویژگی اصلی و تفاوت اصلی ChatGPT 5 رو نسبت به قبلی‌ها تو این ویدیو بررسی میکنیم و پرامپت میدیم که بازی بسازه و پرامپت میدیم که یک اپلیکیشن موبایل بسازه و این پرامپت به مشابه رو به بقیه هم میدیم و ببینیم که قابلیت‌های هوش مصنوعی مختلف تو این دوتا چیه و چه تفاوتی و چه ارتقای ChatGPT 5 نسبت به بقیه داره. اولین
تفاوتش نسبت به قبلی که توی زمان ارائه هم بررسی کردن، دقتش بسیار افزایش پیدا کرده. منابع فیک نمیسازه، منابع فیک این خیلی محشره. توی ورژن‌های قبلی ما وقتی منبعی رو مثلا توی حوزه مقاله و یا پایان‌نامه منبع و یا مرجعی رو می‌خواستیم، منبع فیک میساخت. یعنی ممکن بود عنوان اون منبع درست باشه ولی یک مثلا منبعی رو ایجاد میکرد با عنوانش و نویسندگانش که اصلا این منبع ممکن بود وجود نداشته باشه، یا عنوان این منبع و مرجع بود ولی وقتی که کلیک میکردیم یه مقاله دیگه ای رو ارائه داد که من این مورد رو اینجا با شما تست میکنم. به عنوان مثال فرض کنید یکی از کاربردها، یعنی برای تست این مورد من یک متنی دارم، میخوام به یک مرجع مناسبی پیدا کنم که توی مقاله بهش سایت بدم. خب این متن رو بهش دادم و گفتم که یک مرجع مناسب و معتبر و جدید برای این متن پیدا کن که من سایتشن رو انجام بدم. اگه تستش کنیم یک مرجع بسیار معتبر و جدید و طبق پرامپتی که بهش دادیم به اون پیشنهاد میده. ولی توی ورژن 4 و 4O به این صورت نبود. یعنی با اینکه پرامپت دقیقی میدادیم قابل اعتماد نبود، باید تست میکردیم. گفتم عنوان بود ولی وقتی سرچ میکردیم و کلیک میکردیم یک مقاله دیگه ارجاع داده شده بود. خطاش کاهش پیدا کرده که سماعتمنم توی هنگام ارائهش گفت منابع فکر رو نمیده. تفاوت دیگه ای که داره چرت و پرت کمتر میگه. به طور کلی وقتی هنگام ارائهش صحبت کردن میزان توهم یعنی هالوسینیشنش خیلی کمتر شده. موردی که نمیدونه خب میگه من نمیدونم. ببینید شما قبلا وقتی که از ورژن‌های قبلیش کمک میگرفتیم پاسخهایی رو که نمیدونست یه سری حرفای چرت و پرت و یه سری پاسخهای بی‌مربوط میداد. ببینید مدل خوبه که وقتی که چیزی رو که نمیدونه دقیق بگه من نمیدونم. دومین تفاوتش نسبت به ورژن‌های قبلی هست. سومین تفاوتش اینه که ورژن رایگانش در دسترس عموم قرار گرفته. قبلا اوپن ای آی وقتی که یک ورژنی رو رونمایی میکرد اون ورژن تازه رونمایی شده برای کاربران پرو و پلاس بود. ورژن‌های قدیمی ترش در دسترس عموم کاربران قرار میداد که اینجا تفاوت داره و همه کاربران میتونن استفاده کنن، البته با میزان محدود. تفاوت بعدیش اینه که مکالماتش طبیعی تر شده، یعنی انسانی وارتر شده. با زبان انسانی وارتر میشه باهاش صحبت کرد. نمیخواد پرامپت دقیقتر و ماشینوار بهش داد. میتونیم پرامپت انسانی ورتر بهش بدیم و پاسخی که میده طبیعی تره یا به زبان انسان نزدیک تره. و تفاوت پنجم اینه که در بنچمارک های مختلف خیلی خوب عمل کرده. توی کدنویسی و علوم مختلف از ریاضیات و فیزیک بسیار نسبت به مدل‌های قبلی بهتر عمل کرده که البته هیچ مقایسه‌ای با گروک 4 انجام نشده. یعنی ایلان ماسک و تیمش هم که از گروک 4 رونمایی میکردن همین صحبت‌ها انجام شد، ولی خب ما باید توی بنچمارک های مختلف و توی تست های مختلف این مدل رو با گروک 4 مقایسه کنیم. و تفاوت ششم اینه که اتومات بین حالت‌های مختلف و ورژن‌های مختلف خودش سویش میکنه. یعنی جایی که باید فکر کنه خودش تشخیص میده که فکر کنه، یا خودش وقتی که میخواد جایی که باید سرچ کنه خودش تشخیص میده باید سرچ کنه. و مثلا بین مدل هاش اینکه مدل چت جی پی تی 5 و 5 مینی و غیره باید سویش کنه خودش سویش رو انجام که قبلا به این صورت نبود، یعنی باید دستی انتخاب میکنه. یک ویژگی منحصر به فردی که داره تواناییش توی ساخت اپلیکیشن و بازی هست که ما کامل اینو بررسی میکنیم و قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای که داره رو تست میکنیم. اینجا هم توی بنچمارک های مختلف
چت جی پی تی 5 رو با ورژن قبلیش مقایسه کردن و ویژگی منحصر به فردی که داره شریک فکری واقعی هست، یعنی توصیه‌های خیلی خوبی میده و لحنش گرم هست، انسانیوار هست. اینجا بحثی کردن که این خانم مریض بوده، بیمار بوده و توی بستر بیماری توصیه‌های خیلی خوبی به عنوان یک پارتنر بهش میداده. و یه ویژگی دیگه ای که تیم سم آلتمن بررسی کردن و گفتن این چت جی پی تی 5 قدرتش خیلی عالی هست، قدرتش در پاسخ به ابهام. یعنی توی مباحثی، موضوعاتی که اطلاعات زمینه‌ای خیلی کمی هست، میتونه پاسخهای عالی عالی رو بده. و تفاوت دهم و قابلیت منحصر به فرد دهم که ذکر میکنیم، حالت چند رسانه‌ای پیشرفتشه. یعنی میتونه همزمان روی متن، تصویر، نمودار و حتی ویدیو کار کنه. میخوایم قابلیت ابزارها و هوش مصنوعی رو تو ساخت بازی با هم مقایسه کنیم. از یک بازی ساده شروع میکنیم، همون اسنیک گیم خودمون یا ماربازی خودمون که روی گوشی ها هست. اول از گروک میخوام که این بازی رو با این قابلیت ها بسازه، با این پرامپت که کلیدهایی داشته باشیم، کلیدها کنترل کنن حرکت مار رو و اگر مار یک غذایی رو خورد بزرگتر بشه و اگر به دیواری یا بدن خودش برخورد کرد بازی به اتمام برسه و وضعیت رو ما روی گوشی ببینیم، روی اسکرین وضعیت فعلی رو ببینیم که کجا هست، که این خروجی گروک هست. پس گروک این خروجی رو برای ما ایجاد کرد. همین پرامپت رو به دیپسیک میدم. دیپسیک با توجه به اینکه قابلیت تینک و سرچش فعاله، یک مدت زمان طولانی تری طول میکشه تا پاسخ بده و همچنین سرورهای دیپسیک خب ضعیف هست. ببینیم پاسخش به چشه. خب من همین درخواست رو به جمینی هم میدم، پرامپتش تغییری نمیکنه. ببینیم که جمینی، دیپسیک و گروک و در انتها جی پی تی 5 چه نوع بازی برای ما میسازن. کد دیپسیک رو ران میکنم. دیپسیک گفتم که با توجه به قابلیت تینک و سرچش فعال بود، مقدار بیشتر از هوش مصنوعی دیگه طول کشید و در کل سرورهای دیپسیک، چون که از یک استارتاپ چینی استخراج شده و تولید شده، سرورهای خیلی ضعیفی داره. خب دیپسیک خیلی خوب عمل کرد، یعنی یه سری قابلیت‌های ویژه‌ای رو لحاظ کرد و اینکه یک بازی خوبی برام ساخت. خب بازیش اینقدر حرفه‌ای و جذاب هست که آدم بازی کردنش میاد و میخواد بیشتر بازی کنه. خب این از دیپسیک. و خروج جمینی رو ببینید جمینی خیلی خوب پاسخ نداد. اصلا یک کوچولو از یک مار کوچولویی رو نشون داده و یک غذا که اصلا قابلیت بازی کردن نداره. پس جمینی خوب پاسخ نداد و گروک هم که این خروجی رو داد و حالا باید خروجی جی پی تی 5 رو ببینیم. خب به جی پی تی 5 هم همین پرامپت رو میدم و میگم این بازی رو برام بساز که با سرعت خیلی فوق‌العاده پاسخ داد. خیلی سریع این بازی رو ایجاد کرد. و پس اینم خروجی چت جی پی تی 5 هم که اینجا داریم میبینیم بسیار خوب پاسخ داد. یعنی وقتی که مقایسه میکنیم حتی با دیپسیک، بسیار عالی تر از دیپسیک، یعنی هم سرعتش بالاتر بود و هم قابلیت های ویژه‌ای که برای ساخت بازی ایجاد کرد. خب
پس یه مثال زدیم، یه بازی رو خواستیم که ChatGPT 5 قدرت منحصر به فردی برای ساخت بازی داشت. خب حالا میخوایم از این 4 تا کمک بگیریم برای ساخت اپلیکیشن موبایل و الان میخوام قابلیت GPT-5 رو در ساختن یک اپلیکیشن موبایلی تست کنیم. یک اپلیکیشن خیلی ساده ازش خواستم انجام بده طبق این پرامپت. میخوام اپلیکیشن تودو لیست رو ایجاد کنه با این قابلیت ها و این آیکون ها رو داشته باشه و چه کارهایی رو انجام بده، یعنی وقتی که یک تسکی انجام شد بگه که تمام شد یا قابل دیلیت داشته باشه، سورت کنه، اولویت ها رو مشخص کنه. پس این پرامپت رو دادم، میخوام قابلیت رو تست کنم توی ساخت اپلیکیشن. خب ببینیم چقدر سریع پاسخ میده، چقدر سرعت GPT-5 نسبت به قبلی ها چقدر عالی تره. یعنی هم نسبت به GPT-4o، هم نسبت به جمینی، هم گروک و هم دیپسیک بسیار عالی تر پاسخ میده. خب اینم خروجیش. ببینید این اپلیکیشن رو ساخت، من روی سیستمم ایجادش کردم، همون قابلیت هایی که خودم خواستم برام ایجاد کرد. بعد همه اینا رو بهش گفته بودم که چه کار انجام بده، این آیکوناش به چه شکل باشه، که به همون صورت با سرعت خیلی بالایی انجام داد. این فوق‌العاده هست. ببینید من با توجه به اینکه گروک و جمینی و دیپسیک حرفی از این نزده بودن، یعنی ما اپلیکیشن میتونیم بسازیم، من باز هم روی اون موارد هم روی این چند تا ابزار هم تست میکنم. یعنی همین پرامپت رو به گروک میدم ببینم که اون چه اقدامی انجام میده. خب همین پرامپت رو به گروک میدم که این اپلیکیشن موبایل رو با این قابلیت ها بسازه و باز به دیپسیک میدم و همین پرامپت رو به جمینی میدم. ببینید قبلا صحبتی نشده بود که آیا اون هوش مصنوعی ها میتونن اپلیکیشن بسازن یا نه. ببینیم پاسخ این ستاب به چه صورته. پاسخ GPT-5 که باز تکرار میکنم فوق‌العاده بود. یعنی ما برای ساخت این اپلیکیشن باید کلی کد میزدیم، کلی کار انجام میدادیم که من این کد رو اجرا کردم. این قابلیت رو ببینید انسانی وار به زبان انسان گفتم و اون برای ما نوشت. و قبلا این تمرین ها رو به دانشجوها میدادیم به عنوان یک پروژه، یعنی یک پروژه درسی مثلا چند نمره‌ای که این پروژه رو تحویل بدم. و الان AI خیلی راحت توی عرض چند ثانیه این کار رو انجام داد. خیلی فوق‌العاده هست این کار. یعنی ساخت اپلیکیشن، ساخت سایت و ساخت بازی که توی یک سرعت خیلی کم میتونیم این کار رو انجام بدیم خیلی فوق‌العاده است. پروژه گروک رو فعال کردم که اونم خوب پاسخ داد. ببینید پروژه خیلی خوبی داره. گروک هم خوب پاسخ داد که اونم میتونیم تست کنیم که البته موقع کار کردن باهاش احتمالاً روی گوشی باید ران کنم، ولی خب الان پاسخ خوبی نداد. دیپسیک هم که سرعتش یه مقدار پایین تر هست، گفتیم دلیلش چیه که هنوز داره کار میکنه. پس سرعت دیپسیک با توجه به اینکه سخت افزار و زیر ساختش پایین تر هست یه مقدار سرعتش کمتره. جمینی هم که سرعتش خوبه، که جمینی البته 3 تا پاسخ داد، یعنی پاسخ HTML و CSS و پاسخ جاوا اسکریپتش متفاوت بود، یعنی جداگانه. یه مقدار گفتم جمینی تیدیه، جمینی منظمه، یه مقدار باید خیلی با طول و تفسیر و توضیحات و اینها دقیقه یه مقدار جمینی. که من خروجی جمینی هم توی یک فایل HTML اجراش میکنم ببینیم پاسخ اون به چه صورته. وقتی بخوام اجراش کنم اون فایل رو کپی کردم توی یک فایل نوتپد،
با یک نام و پسوند HTML ذخیره میکنم که همونجا هم این فایل رو ران میکنم که ببینیم خروجی خیلی خوبی به من نداد. ولی خب این یک بازیه که باید روی موبایل اجرا میشد، من باید اونجا خروجیشو میدیدم. خب دوستان عزیز، ما 10 تا ویژگی و تفاوت ChatGPT 5 رو نسبت به بقیه بررسی کردیم و 2 تا چالش اجرا کردیم، یک چالش برای ساخت بازی و یک ساخت اپلیکیشن موبایل. دوستان عزیز، اگر این محتوای آموزشی براتون مفید بوده لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و همچنین به دوستان خودتون معرفی کنید. لطفاً با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید. با این اقدامات انگیزه ما برای اینکه ویدیوهای آموزشی بیشتری ضبط کنیم و در اختیار شما قرار بدیم بیشتر خواهد شد. این آدرس سایتمون هست کسبسرا با آدرس kasbsara.com که دوره‌ها و مقالات آموزشی مختلفی رو قرار میدیم. دوره‌هایی از حوزه هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر و فناوری و نوآوری. و این آدرس کانالمون هست به آدرس kasbsara.com که اخبار هوش مصنوعی و ترندهای علمی و هوش مصنوعی رو داخلش قرار میدیم. میتونید عضو بشید و از این طریق با ما در ارتباط باشید.